ما مفصلا بهش پرداختیم. خدا خیلی خیره، در واقع خدا بهترین هاست حالا به این عنوان. اما واقعیتش اینه که حداقل با خدای ابراهیمی که ما روبرو میشیم میبینیم که خدای حسود، کینه‌جو، قاتل، زن ستیز، ضد همجنسگرایی، کودک کش، نسل کش، قدرت پرست، ستمکار، هوس باز، آزارگر، بدجنس، نمیدونم هر صفتی که تو تصور بکنی این جملهش خیلی معروفه. آخرش هم میگه he's the most unpleasant character in the fiction. میگه در این قصه، اولا که خودش میگه فیکشن، میگه قصه، میگه در این قصه نفرت انگیزترین کاراکتر قصه خود یهوه است. درسته. در هر صورت ما با هر کدوم این روبرو میشیم، چه یهودیت، چه مسیحیت و چه اسلام، میبینیم یه سری از قوانین اینها دارن که اصلا قوانین تکان دهنده است. حالا در مورد یهودی‌ها یه بخشایش چه از گذشته چه تا الانش یه سری اینا محرمات دارن که زندگی رو رسما تلخ میکنه برای آدمی. مسیحی‌ها یه سری بدبختی‌ها دارن که حالا خوب شده از یه جهتایی، من با اون اصطلاح اخته کردن میگم، تو یه اندازه‌ای تونستن کنترلش بکنن. اون هیولای آدمکش واقعا، یعنی مسیحیت خون ریخت. ما اگه 3-4 تا از این خونخواران تاریخ مثل استالین و هیتلر و نمیدونم اون بگو مال کامبوج کی بود، پول پات اونو داریم و یه سری از اینها رو داریم و خود مسیحیت هم که واقعا آدم کشی بوده برای خودش. در هر صورت من یه نکته میخوام اینجا بگم و بعد اینو تبدیل به یک شکلی از چالش برای هر شخص بکنیم و افراد وقتی که با این بخش روبرو میشن خودشونو تست بزنن. یه نظر احتمالاتی داره داکینز، من اینو میگم بعد شما لطفاً بحث ریشه‌های دین رو بگو و بعد دیگه بحث رو ببندیم چون دیگه خیلی نمیرسیم.